عجیبترین اتفاقی که برای یک کفاش میفته، مکس در کفاشی که از پدرش به ارث رسیده کار میکنه. یه روز مکس در حال تعمیر یک کفشه که ماشین دوزندگیش از کار میفته. مکس هم به خاطر اینکه کارش عقب نیفته میره داخل انباری از ماشین دوزندگی قدیمی پدرش برای تعمیر کفش استفاده میکنه. اما زمانی که تعمیر کفش تموم میشه و مکس میخواد تستش کنه، اتفاق عجیبی واسش رخ میده. مکس در کمال ناباوری متوجه میشه که اگه کفش‌ها رو با ماشین دوزندگی پدرش تعمیر کنه و بعد بپوشه، بدنش به شکل صاحب کفش در میاد. روز بعد دختری که مکس روش کراش داره به مغازه‌اش میاد و کفش دوست پسرش رو به مکس میده تا تعمیرش کنه. مکس هم تعمیرش میکنه و دهیوس میره تا تستش کنه.